بابا جون همش از برای من شد، از برای من. از پشت من بابایم به بیمارخانه رفتی. بیعقل را بید با زنگ بزنن. چرا زنگ میزنی؟ Uzlem, labay xonum Selen. خانم زورا رو دیدی؟ کمی پیش اوجیلم بر آمد. بابایش رو به بیمارخانه بردند. چی؟ این کجا گم شد آخر؟ سلام علیک خانم سلین. بخیر از کم نما شدید؟ بابای زهرا رو به بیمارخانه بردند. اوجیلم به اونجا رفتنم در کار. خدا شفا دهد. اما من نمیگذارم که شما در حالت ناتابی ماشین رانید. اجازه دید من شما رو زود به بیمارخانه برم. مرحمت. مرحمت. یه زود شوید. بیمار ما رو انتظار است. باید زود روید. مرحمت. خانم سلین بنازبانا راه نگرده زود باشید. بابا جون زود باشید. بابا جون خوب میشه. بابا جون بابا جون خوب میشه. غم نخورید خانم، بابایتون شفا مییابد. با بابایم یکم چیز شود چیکار میکنیم پدر؟ خدا نشان ندهد دخترم، چون این فکرهای بد رو اثر دور کن. اوه بیچاره بیمار، حتی دلی من این رو برداشت نمی کند. آدمی پیرچل برداشت می کند. ینگا لطفا. حاله جان، من به هر حالت تیار بودنم رو میگویم، فهمیدی؟ خیر بیاید به حجره انتظاری گذاریم. بس کن دخترم، از پشت مادرت رو. حاله جان بیا رفتیم. بابا جان بابا جان بابا جان. لیوند التیموس سستر هایکون. کم ترکی گم خانم سلین، شما خواتیر نشوید. حاضر میرسیم. ماشین بسیار بود است. یگان راه دیگر نیست به اون طرف رویم؟ راه دیگر؟ همین گپت گنده سختم رسید. خانم زیبا، حاضر شما را استاد شما خیر برده ایستاده است. لطفاً باور کنید. حالی بابای اکرم چه خیل باشد؟ ای خوب است. آدم گنده مردنی ندارد. هیچ گپ نیست. اکرم اونا رو دویم خفا میکنن. شوکت سوختم. شوکت سوختم. چی شد برادر؟ کسی با اون زن رسم ما رو گرفتم به همه پهن کرده است. کی رسمی تو رو گرفته پهن کرده باشد؟ یه من از کجا دانم آخر؟ خیر مالش تو چیکار کردی؟ زن رو یافتی؟ یا خدایا توبه، کی رسمی تو رو گرفته باشد؟ ای کار تو چی آخر؟ یا خدایا توبه، تو اون زن رو یافتی نیافتی؟ جواب ده. خیر صورت رو کو گرفتی، باز چی به همه پهن میکنی حیوان؟ شوکت گوش کن، خانه زن رو یافتی نیافتی به من این رو جواب ده. رسم رو یک طرف گذار. زن رو گم کردم. چی؟ گم کردم. خانه زن رو گم کردی؟ نه، زن رو گم کردم. چی؟ از پیش بودم و زن رو گم کردی؟ اوه. نه برادر، زن رو چی خیل گم کردی ها؟ یک وظیفه داشتی، زن رو پای برده خونه‌اش رو یافتن، تو چی این کار رو کردن نتوانستی؟ ای برادر خدای توبه، ماشین بسیار بود آخر، پای برده ایستاده بودم. ماشین که بسیار بود، آن زن از تاکسی فر اومد و
Excuse me? Actually, it's buttocks. سامبوسا؟ سامبوسا. Buttocks. شما از کجا دانستید که من سامبوسا فروشم؟ این رو بینیده ناممون به اروپا هم رفته است. مایلشو اما من دکان رو محکم کردم اما اینجا حاضر نمیدونم سامبوسا فروش در اینجا. Excuse me, I love you. Yes? No? سامبوسا رو چیکار میکنه؟ قروتو خونه رو نشان دیم. در جای های ما حاضر قروتو در موده است. قروتو با مزه. فتیر شوربه. این تمام ملی ما است. گوش کن ای دختر. بیا رقم تلفن رو با من ده، من بگاه تو رو زنگ میزنم. به یک جای میبرم که باور که راحت میکنی. خیر. I don't understand what. One. Excuse me. نمبر تلفن من توی زنگه. نمبر تلفنه. No. Okay. Thank you. سری زردت پشمک شفتالو بریم با نو. یا خدایا این زن کجا شد؟ خدا جون. بلا زند این زن کجا رفت؟ این خیلی تاب خورد گاز داده رفت بنزین موتورسیکلی من تمام شد. خدا نزند تو ای کلاس توف نکو که توفی تو زرد دارد باز نمیرم. این موتورسیکل رو من از یک کودک قرض گرفتم مخیر. از خودت نبود مگر؟ از کجا برادر؟ من در کیسم یک تنگه خدا نزند تو رو شوکت. رفته در یکم بخلاشکه بنزین گرفته بیارم. خب کن اکنون من چیکار میکنم؟ با تو باور کردم یک کار رو حل میکنی گفتم این عیب من است. چرا با توی احمق من باور کنم؟ این خیلی نگو برادر. چیکاری نکنم تو از من راضی نیستی. موتورسیکل رو کو یافتم او رو پای بردم. من او رو مییابم برادر. از کجا مییابم؟ من این زن رو به گپ میدرارم. بین اگر من او رو نیابم تو دیگر مرا شوکت بیا مانه انتظار شو. من وعده دادم. با وعده هم وفا میکنم. با گفته بودی که بنزین یا خدایا از این خیلی بندرگانی دروغویت مرا محفظت بینم. زهرا جان چی این طرف و اون طرف میروی؟ در یک جا بشین. نمیتوانم نشستن. چی خیلی شینم. بعد از این قدر شرمندگی و چی خیلی میشیند؟ خاموش باش. ای پدر. و همش تو گناهگار. دیده ایستاده ای؟ اپا و خواهر از حاضر بدبینی رو سر کردند. ای مادر. چی؟ روزتون بخیر. تشکر. سلامت باشید. عزیزم موسفه چی خیل؟ نه اینجای همین خیلی گپ هست مگر؟ چی خیل شد این نخیر؟ آخر انا اون دامولازیو اویلادور بودنی دامادی دوست داشتهش معلوم شد آخر. این نیه؟ اخیر رسم های دامولازیو رو با زن و کودکش دید. خیر مایلش خبری خوش گیریم اول. خبری خوش البته میگیریم. زنک جون با باید با قوت است. این رو پس سر میکنم. خواطر نشو. ما را جدا نکرده به هیچ کجا نمیرود. نمیدونیم حالا در نزدش انتظاری. جانم برای شما چای اخته آوردم. درنگش رو با من دهید. تشکر دخترم.
چرا حالا هم به بیمارخانه نرسیدیم؟ مرا به کجا وردی بچه؟ خانم سلین قریب به بیمارخانه رسیده. وحیم نکن. من چیکار کردن را میدونم. در خلقت میگوید که گرگانی را انا من همان هستم. خاطر نباشید، راحت باشید. با شیرینی پختت ما را کشتی سیوال جو. انشالله آخران خوراکت می شود. رحمت سیوال، تشکر دخترم. من میگویم که آقای اکرم به بیمارخانه افتیده است، تو میگویی که تهمت است. نشیده جان، دوملوزی این خیلی کار نمی کند. چرا شما با گپ‌های هر کس باور میکنید؟ عزیزم، تنها گپ می بود با کنی. در بین صورت‌های دوملوزیو با اویلش هست. چی؟ صورت‌هایش رو؟ بله، صورت‌هایشون. شاید آن صورت‌ها رو با کامپیوتر ساخته باشند. لیکن سمبوسه های من اینقدر بالذت نمی شوند. خیر، زهرا چی فکر دارد؟ آیا حالی فکر کردن دارد زهرا؟ او در غم بابایش هست. به خدا پول هیچ چیز بوده است. خوشبختی را با پول خریده نمی شود. آن صورت‌ها ساختن، کسی ساخته است. وای وای وای، معلوم شد که داملاتون ساخته بوده است ها؟ تو گپای ما رو گوش داشتی ها؟ داملو رو بینه؟ اوه داملو رو بینه، داملو رو. در آخر شکارچی بار اومد ها؟ شکارچی زنهای ثروتمند ها؟ یک کار بار اومد، من رفتم. این نمی که در اینجا بوده است او رو ندیدم. اکنون به گوش همه محله رفته میرسم. من رفته طبقای خورده رو جمع کنم. رو خوب نشد. شما رو آگاه کرده بودم. بله، آگاه کردیم. گفتم که او چه حیله دارد. گفتیم که چه حیله دارد. دیدید همه کارهای او آشکار شد. بله، آشکار شد. دامولا با شما چی بدی کرده است؟ شما در حال از فیل پشه میسازید. کی؟ تو پشتی او رو میگیری، اما او به نماز بامداد نمی آید. هجری، استاد در کجاست؟ در کجاست پسرم؟ در کجا؟ نگوید که نگفتم. باز نگوید. او از شرمندگی گریخت. او گریخت. او دیگر به اینجا نمی آید. دیگر نمی آید. هوی خورد. غیبت و تهمت به مسلمان نمیزه بد رفیقان. چه خیل غیبت، چه خیل تهمت آقای خلیل. چه خیل غیبت، چه خیل تهمت که؟ حتی آقای اکرم او را از خانهش رانده است. بله، رانده است. او دیگر نیست. عیان است، حاجت به بیان نیست. از دهان یکم شنیدم. آقای اکرم گفت نیافتی؟ از خانم نشیده. همش معلوم است. بله، همش معلوم است. رفیقان، از همه زیبنده آن است که در بری دامولایمان باشیم یکی تهمت باشد. بعد اینقدر کار باز با او باور میکند. حالا با او باور میکنید ها؟ اگر داملو کم ترک ننگ و ناموس داشته باشد دیگر به اینجا بر نمیگردد. بغضی گپ رو گفتی. غمگین نشوید. حلقم قوق شد، یک چای بیار. مایلش خانمو برو یک چای کبودم کن. برای جوانها فرمایش ده؟ یک چای سیاهی دیگر هم. من نمی نوشم چای. اپای مبارا برای من لیمون چای دم کن. هجری به پول هست، از حساب آنها است. من از حساب این تهمتگرها چای نمی نوشم. تهمتگر؟ بس کنه دکه هجری، چه خیلی بس کنم. بس کنه. خداتان را حرمت کنید. اینها به پدرند. دختر تلفن رو برداشته جواب ده. خیر تمام و من باور نمیکنی، اما اقلا حال بابایت چه خیلی است از اون خبر ده.
خدایا توبه، تو به این بنده‌ات مدد نما، مدد نما. تو کجا آمدی ای دیوانه؟ رای کوتاهت با جنگل است؟ خانم سلین شما را ترساندن نمیخوام، اما با فکر ما رای کوتاه رو گم کرده. گفتی همه راه را میدانم ها؟ خانم سلین آرام باشید، من حاضر یک رای دیگر رو معاین میکنم. ما پروفسیونال ها همیشه نقشه A B V G D Z داریم. یا اینکی یا که تو مرا یاری دیه پروشید رومان کنه دست مرا دوزیدن یاری دیه. ای خانم سلین من شما رو برای چی میدوزدم؟ یاری دیه دختر آرام شو. خب کن میگویم یاری دیه نجا دیه مرا. خب کن آزی عوری میکنم. من تو میگویم خب کن یاری دیه. آیا دختر ترزه ماشینه پوش آزی همجا خرگوش های خره میدرویا اینجا را جنگل میگن. پوش تریزه را دیوانه احمق. یه بس داد نده که آزاد بگیرم. ای استاد ترسوندی. والدین آقای اکرم شمایید. خاطر نباشید، او به هوش آمد. تشکری زیاد آقای دکتر. تشکر آقای دکتر. شکری خدا اپا جان. روزتون بخیر. تشکری زیاد. اگر با بابایم یکون چیز رخ میداد تو رو نمیبخشیدم. دخترم من این پول رو گیر، لیکن با مادرت هیچ چیز نگو. مایلش بابا جان. درس‌هایت رو خوب خون. تشکری زیاد. تو بازدی. خیر مایلش. السلام علیکم. علیکم سلام داملا. تو چرا با زهرا چنین کار کردی؟ خفه نشوید داملا، اما این به شما نمیزیبد. آقای بختیار اقلا تو با من این کار رو نکن. من رو تهمت کردن، خلاص شدن، نتوانسته ایستادم. همه من رو گپ میزنن، اما این رو حل میکنم. آقای اکرم خوب است؟ خوب است. یالسو من حالا از بیمارخانه آمده بود. مایلش وقتی که حادثه و این خیلی بد شدن، من هم به مغازه رفته برای خودم یکون چیزی خوب هم نگرفتم. من به مغازه می روم آقای بختیار. مایلش داملا روید. شام بخیر. تشکری زیاد. بابا جان. بابا جانم عزیزم، ما رو بسیار ترسوندید. تمام نترسید، گذشت. خوبم. بابا جان من عزیزم، مشکل های خودتان یک طرف، باز برای من غم میخورید؟ غم نخورید، خوب هستم. باز گریه نکنی مایلش. بابا جان التماس دیگر در این مسئله گپ نمیزنیم مایلش. مایلش پدر جان خوب هستید؟ خوبم. خوب هستید بابا جان؟ خوبم. خدا شفا دهد آقای اکرم. جنازم را خواندن آمدی؟ همین تو نمی رسیدی؟ اونم چی؟ التماس است تو؟ غیرابین در بستر بیماری هم حتی با ما سر و کار میگیره. خیر تمام، تو آرام شو. نه، با دامولازی ها دوست جانی شدن دادها. تو اکنون چی گفتنی؟ دوست شدن میگویم. آقای اکرم میگویم. با دامولازی ها بسیار موافق آمدن. داماد خوب میشود میگویم. لطفاً سفسطه گویی رو بس کن. چی من سفسطه میگویم؟ دیگر او را کافتکاو نمیکنم. تمام کافتکاو نمیکنم. بابایت سالمی شده خودش دامولازی ها را کافتکاو کند.
چرا این خیلی نگاه میکنی؟ حاله یک بار مرا طرفداری کن، یک بار مرا طرفداری کن، یک بار گوی که من حقم. آدم پیر آخر کمی بدرفتار میشه. بله پیر و بدرفتاری بد. مرا یگان بار دوست نداشت. دوست میدارد. من تو رو دوست نمیدارم. منم تو رو دوست میدارم. عزیزم، شوهر عزیزم. این چی بلا زد ماشینه؟ ویران شد، با خدا که ویران شد. خانم سلین با فکرم که گازش تمام شد. خدا زند تو رو. شما رو نیست. بچه بی عقلی بی ناموس. خانم سلین آیستاقی کتفم در کرده. خب کن. یا خدا بچه بی عقلی بی ناموس. اول پلیس گفته با باوری میداره دو. باور نمیکنم. خانم سلین چه خیلی بی عقل بی ناموس. این خیلی نکنید. دیگه که من رو میرنجانید. ای در دیلت. سفرو بخیر. اکنون با کجا آمده باشیم؟ حتی موج تلفن نیست. گویا با چکوری جهنم آمده باشیم. ای مرو با کجا وری؟ همه جا پوری لای است. ای خانم سلیم به همون هم هوا خنک. بینید باز بارون بریده ایستاده است. خوبش با موشی شینید. چخیل من با تو بر این دیوانه باور کردم. با کجا آمدیم؟ از اینجا چخیل نجات میابیم؟ خانم سلیم خواطر نشوید. من دربار شمایم. غمگین نشوید. از بودنی تو دربارم بسیار خواطرم. بارون بریده ایستاده است. خنک خوردم. با من نگر از خفای من نیو که سرت رو میکوانم. دیوانه. خانم سلین بیا ماشین تلک زودید بشوم میریم. کجا میروی؟ اینجا جنگل میگن و موشه پیشک نوپکدیه میخرند به خدا. آغوز چرا استادمان رو تهمت میکنند؟ از کجا میدونم آقا اجری؟ سلام علیکم بچه. انا استاد اومد از اون میپرسه. اجری سوال نده. هیچ نپرس که دیگر قوی به سوال ها جواب دادن نداره. سوال دینی نه استاد. امروز اکه ایرج گفت که اما که ایرج چی گفت؟ استاد چرا شما رو تهمت میکنن؟ با خدا نمیدونم چرا ما رو تهمت میکنن. با این مردم من چی بده کردم؟ تو جواب این سوال رو در دفترت نویس و من بعد از تو جوابش رو میپرسم. همه با من کار دارن. توبه. خدایا با استادمان کمک بکن. مرکز کار نمیکنه. عقلی تو کار که نکند این تلفن چه کار میکند؟ ای خانم سلی سری مرا مثال نیارید. این تکنیک است. تکنیک رو برده در استخوان ساز میکنند. رقم های تلفن رو ده ساز که شد حتما زنگ میزنم. اول تو سری بیرونی خودت رو ساز کن. این چی بود؟ بلازد خانم سلی من شما رو ترسودنی نیستم و نکنین آواز گرگه. چه؟ گرگ؟ در جنگل حیوان ها بسیارن. گرگ، روبو، خریگزنده، موری زهردار، کرتکیل است. ما باید با دقت باشیم که کرتکیل بسیار خطر دارد. اما نترسید. من همراهتم. غم نخورید. در آغوش تو میمیرم. بیا ایزو نکس بیا. دستت رو گیر. با من دست نرسون. ای خانم ایستم. بیا من به شما راه راست رو نشان میدیم. راه درست از تو دور بودن است. دیوانه ابله. پوچم. پروا نکنید خانم سلین. من همراهتان هستم. آرام باشید. بسیار درد میکند. سخت درد میکند. حاضر. خوب شد که من با خودم کلچه گرفتم. نکن. چی کار کردن میخوایی؟ خانم سلین جای مرگزیده را خونش رو تازه کردن در کار. شما تنها گوید که مرگ کجایتان رو گزید. من در آنجا رو فوچیده زهرش رو میخورم از شما خلاص میشم.
ای دیوانه چخیل زهری مور پایم در کرده ایستاده است پایم. خانم سلن شما با کار پروفسیونال ها دخالت نکنید. فقط گویید که مار کجا رو کزید. با خدا قسم میمیره دختر. گم شو با خدا یک شته میزنم میپری. پاچم درد میکند رفتن نمیتوانم. همش برای تو شد. اگر خلو خورده باشید آتش رو درگیرانم. در 12 سالگی هم در جنگل گم شدم. بیبگوگیر علاو رو درگیراندم. باران نباریده آتش رو درگیراندم. دیوانه احمق، دیوانه احمق، دیوانه احمق. تنهای خدا تو را مار گزد. مار رو هرگز نمیگزد. خدایا از دست این آدم من دیوانه میشوم. با خدا این باد هوای فاره ما در جنگل ببین. با این آدم دیوانه میشوم. گم شو. اطاعت سلین. مرحمت مونده نباشی برادر. ای رحمت که خدمت. یک چیز رو پرسیدنی هم در همین طرف ها یگون زنی سرگردان و شبهناک دیوانه ندیدی؟ از همین محله است. انا اینش رو نمیدونم. وای با اندامش سیاه تاب یا که زردینه در سرش رومال داشت برادر. زنهای رومالدار در اینجا بسیارند. ای باشه سوال دادن سوال جواب ده. دیدی گوکی دیدم ندیدی کن؟ نه ندیدم. بیا یک شاورما تیار کنم. بیار در همینجا میخورم. من فکرم تموم شده است. از گپت گشتی یعنی؟ با درون درآید؟ او در درون من چیکار میکنم؟ ای رو از سرت ماند شاورما. برادر خسته نباشی. رحمت. ببخشی که گپت رو بریدم. در این طرف ها یگان زنی شبهناک ندیدی؟ با فکرم تو راهزن هستی. نه من راهزن نیستم. آن زن دیوانه است. حالا تو نمیدونی چی کارها کرده است. گوش کو یک طرف است وقتی مرا نگیر حیوان. ای بچه این چه خیلی گپ زنی. گم شو. ای خدا بزند. پدرت سلام گوی. سلام علیکم. و علیکم السلام. چند روز پیش در این طرف ها یک زن رو گم کردیم و او رو میجویم نمیابیم. او رو ندیدی؟ بخدا ندیدم برادر. در سرش رومال و در تنش لباس دهاتی داشت. او رو ندیدی؟ من یک ماه زنی خدمت ندیدم. مایلش من این حالتی تو رو میفهمم. از دیگر کس پوس برادر. این رو گیر خوراک خر زن تو رو به خانه راه میدید. تشکر برادر. مایلش خمه رفت. راست است که زندار حال زندار رو میفهمد. رحمت برادر. خدا قبول کند. خدا قبول کند. خدا این نماز ما قبول کند. بچم خدا قبول کند. هجری چه خیلی جوره. یک لحظه برادران. هر وقت شما امر معروف میخواستید این شب من این را میخواهم. بنشینید. داملا جان تگردم. بله استاد ما تشنه سخنهای شما هستیم. مرحمت بنشینید. محترم جماعت ببینید چیزی را که ندیدید چیزی را که در اصل نمیدانید کی گفت و برای چی گفت نفهمیده حکم برآوردن نادرست است عیب است گناه است چی بوده است؟ عیب است استاد گناه است. مگر من همیخیل گفتم یک تا گفتم لطفاً با دقت باشید نادرست است نادرست است عیب است عیب است گناه است گناه است اکنون با شما یک کس خبر آورد باید ببینید او کیست و چی نیت دارد چی درد دارد تا اینها را نفهمید و او باور نکنید تهمت است یا نه اساس را ندانستن نباید باور کنید تهمت مانند کیرم است که درون میوه را میخورد و ما باشیم حتی از این خبردار نمیشویم بله دامولا بسیار مثال خوب میدانید این چی دفتر است محترم جماعت این دفتر از استادتان به شما یادگاری مانده است دامولا زیا بله من از این دفتر یک حدیث را از پیامبر گرامی قدرمون میخواستم نقل کردم معنایش را به شما فهمونم پیامبر عزیزمون درود خدا با او و آلش در این حدیث چنین فرمود از راه راست کنده نشوید راه راست شما را خوشبخت نموده به جنت میبرد دروغ گویی نکنید دروغ آدم را به گناه گناه به دوزخ میبرد ببینید در دیگر حدیث باشد پیامبر عزیزمون فرمود روز قیامت
برای بر دروغ تهمت کردن یک برادر مسلمانت بسیار سخت عذاب میدادند. چی بوده است محترم جماعت؟ عذاب شدید بوده است. کی را عذاب میدادند؟ کی را عذاب میدادند محترم جماعت؟ مرا مگر گوش نکرده؟ آدمی غیر و تهمتچی را. تهمتچی، دروغگو و کسی که بیگناه دیگر کس را گناهکار می‌حسابند. امک جان گوش کنید، من یک بار دیگر میپرسم، من یک زن را میجویم. این محنه پوری زن است. او کدامشو میجویه؟ قدش انا این قدر است. قد همه زن ها همین قدر میشود. یک زنی در سرش رویمال لباسی دهاتی دارد. نصف زنهای این محله کرته و رویمال میپوشند. بعد تمام امک جان فراموش کنید، گویا که من شما را نپرسیدم. مرحمت گیرید. چی گیرم؟ منظرین نرخش چند بوده است؟ 20 سومو. برای شما 19 سومو. سرت سفید اما که یک دانه مندرین خیر کنی میمری. گو برای کار اما کی رحمت. کنی بینیم در چندم آشیانه زندگی میکرده است این زن. به خانه‌ات خوش آمدی. سراغت را به کلتکل از جان روان کنم. بله این بود موضوع این شام ما. با همین تمام محترم جماعت. داملا خدا از شما راضی باشد. تشکر. اکنون همتان از پی کار و بار خود شوید، به نزد فرزندانتان روید. تشکری زیاد استاد. یا بسم الله. داملا شبتان بخیر باد. هجری پگاه در یگان جا آشی نهار نیست؟ در محله بالا. باز تنها نرهیم. اوه شوکت، تو آمدنی من این زن را از نظرت دور نکن. اکنون نوبت تو شد هیلگر. مادر تلفن شما زنگ میزند. چقدر به مادرم چی کار داشته باشد؟ به من زنگ نمیزند، به مادرم چرا زنگ میزند؟ این کیست؟ چی؟ کاری دنبالو تمام شد. آه مادر چی نیرنگ کردی؟ من به تو نشان میدهم. خانم سیلین اگر خونه خورده باشد کودکم رو دیم. نمیخواهم. ما تو سهر در اینجا میمانیم. یک دقیقه. تو سهر در اینجا میمونیم، بعد سهر از اینجا میرویم. بله پگاهی بر وقت به خانه پای سلطنت میرویم. در آنجا یک پیاله چای مینوشیم. همین رو حس میکنم. حسیاتت از سرت ماند. خانم سیلین آرام شوید، کم ترکه گرم میشه، بعد هر دومان اطراف رو از نظر میگذارونیم. من با تو به یگونجا نمیروم. در روزی روشن به بیمارخانه گفته به جنگل آوردین، نمیشود. کی میدوند که باز چی نیت داری؟ اما خانم سیلین طرف خوبی کورم بینید، یعنی از غوغای مردمان دور و در آرامی، در آغوش طبیعت زیبا، هوای تازه این جنگل رو نفس کشیده هر دومان خرسندی میکنیم. با تو خرسندی؟ بهترش یگون و خرسند نباشم. خانم سیلین بود نبود من در یک قشلاق کلان شدم. در خرودی با رفیقانم از قشلاق گریخته به جنگل میرفتیم و آتش رو درگیرانده در آتش کارتوشکه میپختیم. سری چند موری غمسه خورده بودیم. حتی از خاطرم نمیرود که پدرم مرا باور کرده تنها به چوپانی روان میکرد. سری چند بوز دیگر رو در آنجا خورده بودیم، اما به پدرم میگفتن که بوزها را گور خورد، ولی در یک روز آفتابی پدرم آن گرگ دوپا را دستگیر کرد.
ناز نکه کشاده شب آواز چپ کمتر بر راست سبیل مانه دارم این فیلم که یک برده میکشویم کنی با دیگرش سنجیم با فکرم مهلت استفاده برای این هم گذشته است بازیگرش رو میبینیم پناه زند کشاده شد یا بسم الله میانم شکست چی؟ یا بسیار روزای خوب بودن اون وقتا من یک سکچه خوردکک به نام رکس داشتم او تنها ما را میشناخت اما سکچه بعضا وقتا شیرش رو نمیخورد و ما را از خفش میدوان یک روز پوچم رو گزید فهمیدم که کلان شده است سگه را خون دل دادم که با من آشنا گردد ندانستم که سگ حیوان بوده است حاضر من به تو نشان میدیم کنای او را سر شده کنم الو دختر بخیزت زنده هستی خوب میره ایزا نمیکشی دختر زنده هستی خیز تو کیسی دیوانه تو حالا خوب دیده ایستاده ای تو زنی گناهگاری انسان محترم دامولازیا را تهمت کردی برای این گناهت 125 سال در دوزخ میسوزی تو چی سفسطه میگویی ها؟ تو کیستی و در اینجا چی کار میکنی؟ نمیفهمی مگر تو دامولازیا را تهمت کردی اگر این گناهت را به همه اقرار نشوی دیگر از خوابت بکشو زنگ میزنی حاضر به تو خواب رو نشان میدیم گم شو انا به تو گم شو دیوانه سرم کمیده الو این پلیس است؟ یک روزم به خونه هم در آمده است زود به خانه ای من بیایید خانم سیله خانم سیله تو چی کار کرده ایستاده‌ای؟ خانم سیله من هیچ کار نکردم در اینجا از روز شریعت خواب کردن ممکنه بعد تو چی؟ خوب روم نرم بعد تو چی؟ خانم سیله در خونکی میمیرین در فیلم ها ندیده که چخیل آدمان از خونکی چخیل میمورن اتیوت نیمی حیات دیوانه حاضر مگر بخ برده ایستاده است
تو خواستی که هنگامی خواب بودنم به من نزدیک شوی ابله. خانم سلیم من 5 وقت نماز میخونم، مرا تهمت نکنید. من قسم خوردم که تا توی نکنیم نزدیک نمیشوم. دمت رو گیر، از من دور شو. خانم سلین با کجا میروید؟ اینجا جنگل است. ایستید، پاچتون در میکند، باز گم نشوید. تو رو گم کنم خودم دیگر گم نمیشوم. دیوانه. خانم سلین ایستید، من الله را پوف کرده کشم. به محافظت دارید که اینجا خطرناک است. حاضر 1 دقیقه. سلین ای برادرم، من اون کار کردنی نبودم، تنها یک چیز رو خواستم پرسم، بعد برآمده روم پایم لغزید. خدا تو رو زن شوکت، از عهده یک کار نبرآمدی. دیوانه، حیوان. چقدر این دو ملازیایی تو دوستی دیوانه خود را به سری من فرستاده است، اما من کار را حل کردم، به دست پلیس سپاریدم. لیکن چقدر پول داده بودی باید همون قدری دیگر بدهی. چی شد آن مسئله گفته درباره در فیلم نقش اساسی رو بازی کردنی من؟ با این لطه سفیدت تو چی خیلی به خانه مردم در آمدن خواستی ابله؟ زبانت رو خوردی مگر؟ زود جواب ده. چی جواب دیم سردارم؟ یگان جواب میدودگی ندارم. برای چی این کار رو کردم خودم هم نمیدونم. من نمیدونم چرا من در این حالم سردارم. بعد مردنی کلت گیلات با من چی شده است نمیدونم. هیچ نمیفهمم. و چرا من رو به اینجا آوردن رو هم نمیفهمم. من نمیفهمم برای چی من رو به اینجا آوردن. سردارم من رو به دکتر برید. وضعیت چی من بسیار میزید. دستانشو کشوید. دفع شود از اینجا. من رو به دیوانه خونه برید. من دیوانه شدم سردارم. سردی برادر سال شدم. با دیوانه ها سر به سر شدیم. همین هم خور شد. کمتر دیگر با این آدم ایستم دیوانه میشوم. خانم سلین ایستید. در شب تاریک دور نرود که خطرناک است. خانم سلین عاقبت راه را یافتم. سلین جان التماس ایستا. از پشت من نیا ابله. ای خانم سلین تا حال مرا ابله میگویی. به خدا دل مرا میشکنی به شوهر میمونی. من گفتم از پسی من نیا ابله. میگویی دخالت کنیم، دختر رو یاردم میکنیم. خانم سلین بسیار راه گشتن به شما ضرر دارد. ای خدا، از اینش گریختم دیگر خویش پیدا شد باز. اینجا چی گپ است؟ دختر رو به حالش گذار. دیوانه هستی؟ به شرف با دختر دست میرسون. ای اشور مستی خودت را حرمت کن. ای بخت و کارم همیشه برار نمیگیره و نمیگیره. هر دو شما باید با اون دختر حمله میکردید و من شما را مثل سگ لطکوب میکردم. فهمیدید؟ همین طور من قهرمان میشدم اکا. تو چی ها میگویی؟ ما را مسخره داری؟ این چهار چشمه بیناموس از حد گذراند. سر به سر و کفیده. ایسته. رهایش کنید رود. به شما میگویم او رو سر دهید. و خدا نو همه ها را میزدم که با اومدی دخالت کردی. اما بخیر است، خدا شما رو دوست میداشته است. ماشینتون کار میکنه؟ ها کار میکنه. خیلی خوب. پنجی است؟ ای ساربان آهستران شوکت. من دو چرخه ها هیچ عادت نکردم. برادر جان ها برای برآمدنم از محبس هیچ کمک نکردی و عاقبت مجبور شدم که خودم برایم. یا خدای این هم پرابلم شد. تو چه خیلی با دام این پلیس های لعین میافتی من هیچ نمیفهمم. آن شده رو چی بود که بسرت کشیده با اون خانه رفتی ها؟ ای برادر این کارو در یک فیلم دیده بودم، فکر کردم که در حیات میشود لیکن نشد. اکنون چی کار میکنیم؟ نمیدونم شوکت از کجا دانم. آن شخصی که وای زن رو پیش من فرستاده بود بر وقت کار زن رو تمام کرد. مدل کردیم. برادر این چه خیلی زندگی است هیچ نفهمیدم. من هم نفهمیدم. در اصل این چی حیات است؟ توی هم ساختن، شناسنامه هم ساختن، دامولا بودن هم ساختن. من کیم ها؟
راست میگویی؟ تو کی هستی؟ همین رو میگویم. من کیم؟ برادری منی. تو برادر جانی منی. توی شناسنامه‌ات هم ساخته باشد لیکن برادر جانی منی. از تحت دل گفتم. باز یک بار دیگر در کشاز میگویم. قندت از آن برادر. بسیار خوب گپ زدی. ما رو خرسند کردی. نمیارزد یک چیز گویم. بگوی. در کجا خواب میکنیم؟ اوف برادر شوکت رفتیم. باز با مسجد میرویم. کیرس جان همین مسجد رو به نامت کنی نمیشود؟ کالتا کلاسی بشرف تو چی خیلی کارو در حق من کردی؟ چرا تو خودت رو کشتی؟ چرا کشتی ها؟ من باید تو رو میکشتم. چی شده ایستاده است؟ به یاد آوردی ها؟ ها؟ به یادم آمد. این تو هستی ها؟ وای بیشرف، وای کلتا کلاس. انا نو همه چیز به یادم آمد. تو ما را پرانده بودی ها؟ تو یک ترسانچکی بیشرف بوده ای. ای برادر دوامش هیچ به یادم نامده ایستاده است. اخلب را خوردم به یادم نمیارم. ای خیر ممکن رود بلا بپسش. مرده رفتان بشرف، اما در حق مرده این خیل گپ ها گفتن لازم نیست. من خوبش رفته داملازیا را میگویم که من را چلیاسین کند. داملازیا در اینجا 500,000 لیره هست. کالتا کلاس. پدر جان سرتون رو بخورید. انا بابا جان. تشکر دخترم. نوشی جانتون. خدا شفا دهد آقای اکرم. تشکر چغتای جان، تشکر. لطفا خودتون رو احتیاط کنید جناب. شما برای ما بسیار عزیزید. زهرا تو کارخانه رو تماما فکر نکن. تا وقتی بابایت صحت نشود از پیشش نرو. ما با سیلین حل میکنیم. بله من هم همین خیلی گفته بودم. جانم من با این گونه انسانی با فکر بودنی چقدر فخر دارم. بسیار خرسندم. با اجازت شما جناب، برای آمدنت بسیار منت دارم چقدر جان. تا باز دید هیچ گپ نیست. شما سیاه شوید دیگرش خوب است. من چقدر رو گسیل کنم. من هم گسیل کنم. چقدر دیدی اکنون کسی دیگر نامی داملازیو رو به زبان نمیگیرد. افسانه ای وی به انجام رسید. پیروز شدیم. با یاری تو بسیار کاری خوب کردی. آن زن رو از اینجا به دیگر جا فرستادی. یعنی اگر داملازیو او رو یابد خدا نشانه دهد. از کجا میابند؟ تو خاطر نباش. آها. وای دروازه محکم. مرا درمانه نمی شود.
چقدر؟ چقدر یک لحظه ما رو انتظار شو. چه شد ملیس؟ دروازه رو کشو. دروازه رو یک طرف گذار. یک مسئله مهم است. زهرا باید با داملا اویله دور شوند. خواستم این رو از من شنوی. چی گفته ایستودایی؟ میدونم بله بابایم بسیار خشمگین هستند اما او داملا زیا رو میبخشد. ملیس سفسته نگو. وای آدم زن و فرزند دارد. امکان ندارد. تو چرا به توی آنها قدر مقابلیت نشون میدهی؟ حالا هم نفهمیدی؟ برای اون که حاضر یکتا به یکتا میفهمونم. ملیس من زهرا را دوست میدارم. جکی دنگیر حاضر همش رو من میفهمم. این عشق من شوخی نیست. این یک چیزی است که تو نمیفهمی. اگر خواهی میتوانی مرا دیوانه گویی. عقلش رو خورده است. چیزی که بخواهی مرحمت. این دیوانه رو ببین عقلش رو خورده است حیوان. اما زهرا از آن ایمان میشود. رو خوردی یعنی برای وی شده همه کارا میکنی؟ دروگویی، فریبگری، شیطانی ها، چاقنی ها. ملیس تو تا حال نفهمیدی. برای او من آدم میکشم. بسیار خنداور. زهرا دوستت نمیدارد. این را بفهم آخر. حتی از رویت نفرت دارد. در زبانش نامت رو هم باره نمیگیرد. دل زهرا به داملا زیا است. او داملا زیا را دوست میدارد. بابا دختر به من عاشق شده است. تمام؟ بله تمام. اکنون رو دروازه رو کشو. حاضر من با تو نشان میدیم ابله. کیست؟ منم. تو پول را آوردی؟ خودم رفتم گرفتم. این دفعه ما شما رو میبریم خانم. اینجا برا کجا میگریزی؟ چه گپ است؟ من یگون گناه ندارم. همه کار را این میدانم اما این حادثه را با انسان‌هایی که گفته بودی رفته با آنها میفهمانی. من به هیچ کجا نمیروم. کی گفت که نمیروی؟ جان گفته میروی. گوش کنید، یا که رفته تهمت بودن گفته هایتون رو نقل میکنید و یا که به پلیس رفته شکایت نامه می نویسم و آنگاه عمرتون رو در پشت پنجره میگذارونید. چه خیل پنجره؟ در این کار من یگون گناه ندارم. من هم همین رو میگویم. همراه ما میرویم و پرابلم نمیشود. نترس، رفتیم. تمام. چقدر یک کار را از عهده‌اش نبر اومدی. رفتیم وقت نیست. پجام شوکت و در اون درآمده چقدر رو با بند بسته زنگ مرا انتظار شد. تمام. مایلش برادر جون اگر اجازه دی سری امیر خاک بتراشون. نه برادر چی در کارت رو دوام ده. پیش درو. لباس هایم را عوض کرده برمیگردم. مایلش انتظارم. تشکر زیاده پیشناز. من نمیخواهم. داملازیو اگر اینجا می بود باز خودش را راست کار نشون میدود. اما راست میگفته است. عاشق بودن خودش را به زنش آشکار کرد. همین طور است.
یعنی یک دومولو همه ما رو در گردیچلیکش بازی دارد. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. بابا جان چرا از جایگاهتان خیستید؟ خوب شدید؟ دخترم جانم جانکم. خوب استید؟ بسیار خوب. مرحمت کنید. چی شد تولین جان؟ خوب هستی؟ خوبم جانم خوبم. شما از محله بالا خانم اصلی نیستید؟ بله از همون محله در یک فیلم نقش اساسی رو بازی کرده بودم. شادم که شناختید. مرحمت کنید. رحمت. این زنی دومولوزیو نیست؟ لطفاً مرا ببخشید خواهش میکنم. بسیار به پول احتیاج داشتم. حالتم متشنج بود. لطفاً این رو به پلیس نگویید. این آدم را بیگناه تهمت کردم. برای پول شده به این نیرنگ دست زدم. من همسری دومولوزیو نیستم. از شما عذر میپرسم. پس تو همسری کی هستی؟ یا که دومولوزیو تو رو مجبور کرد تا که آمده ما رو فریب کنی؟ نه برای پول گفتم کو، اما وجدانم نبرداشت. یک آدمی دیندار رو با آبرو را تهمت کردم و هر شب ناراحت خوابم میبرد. دیگر طاقت نکردم. تو با خواهشی کی این کارا کردی؟ انشالله که چقدر رو نمیفروشد. جنابی چغتای گفته هایم دروغ بود. دومولوزیو بیگناه هست. زهرا از امروز اعتباراً با این چغتای ابله تمامی رفت آمدنت را میکنی. فهمیدی مرا؟ فهمیدم بابا جان. از این پس آن ابله را حتی دیدن نمیخواهم. خیلی خوب. آن چغتای ابله از این پس دیگر یگان قدمش را به این خانه نگذارد. شنیدید مرا؟ از این پس قدمش را به این خانه نگذارد. بسیار عذر زیاد میپرسم از شما. لطفاً ببخشید مرا. میلش میتونی روی. دیگر این کارها نکن که دیگر به اینجا نبیا. رو. بیچاره دومولوزیا. تهمت به ما گفت. ما باشیم باور نکردیم. گناهش را گرفتیم. مکنون چی می شود؟ من حاضر رفته از عذر میپرسم بابا جان. نه از نام همه ما عذر میپرسی. از نام همه ما عذر پرس. تمام بابا جان. مادر مکرتان روی آب برآمد. کجا شده پیمو برا؟ او می آید. تشویش نباش. شاید برای کاری خیری رفته است. بیاید هم فکر میکنی تو رو میبخشد زهرا؟ اومد. دومولو صحبت کردنمون در کن. چی گپ زنیم؟ لطفاً این خیلی گپ نزنید. حاضر کار دارم. بعد یگان وقت دیگر. دومولو
از قفای من آمدن رو بس کن. امروز نمی شود. این دختر تماما شرم و حیا ندارد. ما باید حاضر صحبت کنیم. در پیش این مردم عیب است. عیب ها؟ من به شرم کو. من برای از پس شما آمدنم شرم نمی دارم. برای گپایی باور نکردم شرم می دارم. از این لحظه های اعتباراً هیچ چیز برایم مهم نیست. باور کردن و یا نکردن کسی به من مهم نیست. تنها یک چیز غمگینم کرد که شما با تهمت یک زن باور کردید و به من نه. داملا من در شما باور داشتم اما آن صورت ها شما را غمگین کردم میدونم، اما ما را ببخشید خواهش میکنم. حالا دیر شد. دام الله مرا در نیمه راه نپرتایید خواهش میکنم. خواهش میکنم. دختر غمگین از خنک خورده گریه دارد. در این شب پیشت آمده است. چی ناز داری؟ شوکت بس کن. اینه چلوق هم اومد. این دیونه چی کار میکرده باشده؟ تو مردم را احمق خیال کردی. حاضر با تو احمق را نشان میدهم.